اگه به شما بگم کشوری وجود داره که نه نفت داشت، نه طلا، نه معادن بزرگ، نه زمینهای کشاورزی و حتی آب آشامیدنی خودش رو از کشور دیگه ای وارد میکرد، احتمالاً فکر میکنید این کشور هیچ شانسی برای موفقیت نداره. مساحت این کشور 734 کیلومتر مربعه. یعنی اگه بخوایم بزرگی این کشور رو با مثلا افغانستان مقایسه کنیم، تقریباً یه همچین چیزی میشه. اما امروز همین کشور یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. اما چطور؟ باور کردنش سخته، اما سنگاپور همیشه انقدر ثروتمند نبود. در سال 1965 این کشور از مالزی جدا شد. نه ارتش قدرتمندی داشت، نه منابع طبیعی و نه حتی پول. حتی بسیاری از مردمش فکر می‌کردن این کشور هیچ آینده‌ای نداره. اما در همین لحظه یک مرد سرنوشت این کشور را تغییر داد. نام او لی کوان یو بود. لی کوان یو یه جمله معروف داره که میگه اگه میخوای کشورت پیشرفت کنه، اول باید مردم به قانون احترام بذارن. اما حالا یه سوال، اگه افغانستان همین امروز تمام منابع طبیعی دنیا رو هم داشته باشه اما قانون توش اجرا نشه، آیا باز هم پیشرفت خواهد کرد؟ وقتی لی کوان یو قدرت رو به دست گرفت، سنگاپور چیزی نداشت، نه نفت، نه معادن، نه ارتش قدرتمند، نه حتی امید. خیلی معتقد بودن این کشور تا چند سال دیگه از بین میره. اما لی کوان یو به جای اینکه هر روز درباره گذشته صحبت کنه، فقط یک سوال از خودش پرسید: چطور میتونیم کشوری بسازیم که مردمش مجبور نباشن برای زندگی بهتر از اون فرار کنن؟ این سوال شاید برای افغانستان هم آشنا باشه. چند نفر از دوستاتون رو میشناسین که آرزوی مهاجرت دارن؟ چند خانواده رو میشناسین که یکی از اعضاشون خارج از کشور زندگی میکنه؟ وقتی جوانای یک کشور آینده خودشون رو در جای دیگه میبینن، این فقط یک تصمیم شخصی نیست، بلکه یک زنگ خطر برای اون کشوره. لی کوان یو معتقد بود اگر منابع طبیعی نداریم، باید روی منابع انسانی سرمایه گذاری کنیم. یعنی مردم، یعنی آموزش، مهارت. جالبه بدونین زمانی که ما درگیر اینیم که دختران به مدرسه برن یا نه، سنگاپور سالهاست همچین مدارس و دانشگاهایی داره میسازه. واقعا نمیدونم چی بگم، فقط باید افسوس بخوریم متاسفانه. دولت سنگاپور میلیاردها دلار خرج آموزش کرد. اما نه فقط برای حفظ کردن کتاب‌ها، بلکه یاد دادن مهارت‌هایی که اقتصاد به اونا نیاز داشت. حالا فکر کنین اگر افغانستان هم بیشترین سرمایه گذاری خودش رو روی آموزش با کیفیت، مهارت و نیروی انسانی انجام بده، در 20 سال آینده چه اتفاقی میفته؟ هیچ کس نمیتونه آینده رو با قطعیت پیش بینی کنه. اما تجربه کشورهایی مثل سنگاپور، کره جنوبی، فنلاند و ژاپن نشون میده که سرمایه گذاری مستمر روی آموزش و مهارت یکی از مهمترین پایه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی بوده. شاید بزرگترین ثروت یک کشور نه نفت باشه، نه طلا، بلکه انسان‌های آموزش دیدش باشن.
اگر از اقتصاددانای بزرگ دنیا بپرسین بزرگترین دشمن یک کشور چیه؟ بعضیا میگن جنگ، بعضیا هم میگن فقر، اما خیلی از اونا یک جواب مشترک دارن به نام فساد. فساد مثل موریانه میمونه، خونه رو یک باره خراب نمیکنه، آروم آروم از داخل میخوره. وقتی لی کوان یو قدرت رو به دست گرفت میدونست اگه مردم به دولت اعتماد نکنن هیچ سرمایه گذاری انجام نمیشه، هیچ شرکتی نمیاد و هیچ آینده‌ای هم ساخته نمیشه. برای همین یکی از اولین کاراش این بود که با فساد بدون استثنا برخورد کنه. اگر یک وزیر قانون رو نقض میکرد، اگر یک مقام بلندپایه رشوه میگرفت، فرقی نمیکرد چه کسی باشه، قانون باید اجرا میشد. وقتی مردم احساس کنن قانون برای همه یکسانه، اعتماد بیشتر میشه. وقتی اعتماد بیشتر بشه سرمایه گذاری راحت‌تر انجام میشه و وقتی سرمایه گذاری انجام بشه کارخونه ساخته میشه و شغل ایجاد میشه و در نهایت اقتصاد هم رشد میکنه. اما این فقط وظیفه دولت نبود، چون مردم هم یاد گرفته بودن که قانون رو رعایت کنن. اگر چراغ قرمز بود صبر میکردن، اگر زباله‌ای روی زمین بود بر می‌داشتن و اگر نوبتی کسی بود رعایت میکردن. همین رفتارهای کوچیک در کنار سیاست‌های درست فرهنگ ساخت که امروز همه دنیا اونو میشناسن. این مقایسه برای سرزنش هیچ کس نیست. هر کشوری شرایط، تاریخ و چالش‌های خودشو داره. اما سوال اینه که اگه امروز ما هم از خودمون شروع کنیم، اگر قانون رو رعایت کنیم، اگر مسئولیت پذیرتر باشیم، به آموزش اهمیت بدیم، آیا آینده متفاوت میتونه باشه؟ به این فکر کنین اگر لی کوان یو منابع طبیعی کشوری مثل افغانستان رو هم می‌داشت، اون موقع چه سرنوشتی برای سنگاپور رقم می‌خورد؟ شاید بزرگترین تفاوت کشورها در منابع طبیعیشون نباشه، بلکه در تصمیم‌هایی باشه که هر روز می‌گیرن و شاید همین امروز بهترین زمان برای شروع یک تصمیم جدید برای ما باشه. موفقیت سنگاپور با یک تصمیم شروع شد که اجرای اون سالها زمان برد. فرض کنید شما یک میلیاردر هستین و میخواین 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کنین و دو کشور جلوی شما هستن. در کشور اول قانون هر روز تغییر میکنه، فساد زیاده و دادگاه‌ها قابل پیش بینی نیستن. در کشور دوم قانون مشخصه، قراردادها هم اجرا میشن و سرمایه امنیت داره. کدوم رو انتخاب میکنی؟ جواب تقریبا برای همه یکیه. لی کوان یو فهمید اگر منابع طبیعی نداریم باید به چیزی تبدیل بشیم که دنیا به اون نیاز داره. پس سنگاپور به یکی از بزرگترین بندرهای تجاری جهان تبدیل شد. هر روز هزاران کشتی از این کشور عبور می‌کردند و همین میلیاردها دلار درآمد ایجاد می‌کنه. گاهی ثروت زیر زمین نیست، روی نقشه است. سنگاپور فهمید موقعیت جغرافیایی هم میتونه یک سرمایه باشه و ازش استفاده کرد. اما باز هم سوال برای افغانستان بین آسیای مرکزی، جنوب آسیا، ایران و چین قرار گرفته و آیا این موقعیت میتونه به یک فرصت تبدیل بشه و خطوط ترانزیتی، جاده و راه آهن در اون ساخته بشه یا فقط روی نقشه باقی میمونن؟ البته هر کشوری باید راه خودش رو پیدا کنه، اما تجربه سنگاپور نشون میده که استفاده هوشمندانه از موقعیت جغرافیایی میتونه به رشد اقتصادی کمک کنه. موفقیت سنگاپور نتیجه یک تصمیم نبود، نتیجه صدها تصمیم کوچیک بود. آموزش، قانون، مبارزه با فساد، برنامه‌ریزی، جذب سرمایه و نگاه بلند مدت. هیچ کشوری در یک شب نمیتونه ثروتمند بشه. اجازه بدید سنگاپور رو برای چند دقیقه فراموش کنیم و برگردیم به خونه. افغانستان. خیلی وقتی اسم افغانستان رو میشنون فقط جنگ رو به یاد میارن، اما افغانستان فقط جنگ نیست. افغانستان میلیون ها جوون با استعداد داره. افغانستان معادن ارزشمند داره، زمین حاصلخیز داره،
موقعیت جغرافیایی مهمی داره و مهمتر از همه مردمی داره که بارها ثابت کردن در سخت‌ترین شرایط هم تسلیم نمیشن. پس مشکل کجاست؟ 精密驱动，精准传递。 سنگاپور با یک معجزه ثروتمند نشد، با یک رئیس جمهور ثروتمند نشد، با نفت هم ثروتمند نشد، بلکه هر سال کمی بهتر شد. امروز کمی بهتر از دیروز و فردا کمی بهتر از امروز. اگر افغانستان روی آموزش سرمایه گذاری کنه، نسل بعد قطعاً از نسل امروز قوی تر خواهد بود. اگر قانون برای همه یکسان اجرا بشه، اعتماد مردم بیشتر میشه. اگه سرمایه گذار احساس امنیت کنه، شغل ایجاد میشه. و اگه مردم افغانستان به جای اختلاف با هم همکاری کنن، جامعه پیشرفت میکنه. و هیچ کدوم از اینا یک شبه اتفاق نمیفته، اما همه اونا از یک تصمیم شروع میشه. شاید افغانستان هرگز شبیه سنگاپور نشه و اصلا نیازی هم نیست که بشه. هر کشوری راه خودشو داره. اما افغانستان میتونه به بهترین نسخه خودش تبدیل بشه اگه از تجربه دیگران درس بگیره. وقتی این ویدیو رو شروع کردیم شاید فکر میکردیم داستان درباره سنگاپوره، اما حالا میدونیم این ویدیو در واقع درباره آینده افغانستان بود. آینده‌ای که نه با شانس ساخته میشه و نه با آرزو، بلکه با آموزش، قانون، تلاش و تصمیم‌هایی که از امروز میگیریم. و حالا سوال اینجاست که ما از کجا شروع کنیم؟